خب دیگه چه خبر جاری جون؟ مرسی ممنون، بی خبر. شما چه خبر؟ راستی کادو ولنتاین چی گرفتی؟ وای چقدر گرمه. کادو این همین شال سرم. از این 20 تومنیاست نه؟ 20 تومن؟ نه بابا از این 10 تومنیاست. آره بابا این از همونا هست که زود بیپوسته خراب میشه. آره خراب شد برم دارم دستمالش میکنم. خوبه. راستی نمیخوای حدس بزنی محمد برام چی خریده؟ نیازی به حدس نیست، تمام زلمزین باهاتو کرده تو چشای من. دیدیشون؟ آره اونجا که گفتی گرمم شد شالتو دادی کنار همشو دیدم. هرچی بهش میگه محمد من طلا دارم نرو برام بخر، باز برام طلا میخره. راستی تو گوشیت هنوز همون نوکیا ساده است؟ آره از همون گوشی نوکیا ساده هاست که اگه بزنه تو سر خر صدای ارعرش همه جا رو برمیداره. همون گوشی نوکیه بسته، یه زنگ و یه پیام بدی بسته. راستی نهار چی درست کردین؟ من که نصف گوسفند و بار گذاشتم. تو چی داری؟ ما املت میخوایم مرگمون بکنیم. اگه همه کلاساتو گذاشتی تمام خونمون رو انگوش کردی پاشو برو دیگه، 1000 تا کار دارم. اول برج وقت گرفتم میخوام برم دماغم عمل کنم. تو چرا نمیری دماغتو عمل کنی؟ این دسته بیل میمونه. عوض این که بری پول به دماغت بدی دماغتو بری عمل کنی یه دوربین بخر بیا بذار تو خونه ما تمام خونمون رو بازرسی کن ببین من دارم چیکار میکنم. این گوشی دستت بگی هر روز منو تماشا کن. خوبه؟ فکر خوبیه ها. بلند